سلام سلام به همه. امیدوارم که خوب باشین، سلامت باشین. اول به من بگین که تصویر و صدام خوبه، به خاطر اینکه اینترنتم به نظر خیلی خوب نمیاد، ولی منم دلم براتون تنگ شده بود. هلو سینا، سلام آوا جون از استرالیا. خب خدا را شکر. بله، اولین لایو رو، اولین محتوایی که قراره تولید بکنم، نور و اینا همه چی خوب نیست، ولی گفتم دیگه اب نداره. اولین تولید محتوا رو توی دفتر جدید، آفیس جدید مثلا بکنم که دیگه این چیزش بریزه، چی میگن؟ تلسمش بشکنه. البته که خیلی وقت نیست اینجا رو گرفتم، ولی همش درگیر این بودم که کمدو بیارم، نمیدونم لوازم آرایش‌ها رو بیارم، تجهیزات رو بیارم، نور و اینا رو، ولی هنوز اونجوری جا نیفتادم. گفتم که بیام لایو ببینم شماها چطورین، چی کارا میکنین، یه میکاپی با هم بکنیم. مرسی. و بگردم اسکرین شات اون خانومی که درست حد زده بودن رو پیدا کنم که جایزشون رو بدم. واسه جای جوش بدن چه محصول پیشنهاد میدین؟ ببین، من خودم دارم چند تا محصول مختلف رو امتحان میکنم، میام راجبش مفصل حرف میزنم، ولی مثل پوست و لایه برداری بشه. ای جونم، اینجا خیلی شبیه سالن نیست، یعنی یه اتاق بزرگه که من قراره بیشتر توش تولید محتوا کنم، ولی حالا آماده که بشه عکس و فیلم و اینا براتون میذارم که مثلا چه جور جاییه و اینا. یه اتاقیه، یه آفیس مثلا جداه که من بتونم توش بیشتر تولید محتوا بکنم. شماها بگین چطورین؟ آقا پوستم نمیدونم اینجا چرا اینجوری انقدر ملتهب و قرمز نشون داره میده، یا کک و مکامو، ولی به صورت کلی از روتین پوستی جدیدم خیلی راضیم. یعنی منافذم خیلی به نظر خودم کمتر شده، بعد مثلا این لکه بزرگم خیلی روشن‌تر شده، کک و مکام کمتر شده. مرسی مرسی از همتون. لایه بردار خوب چی بزنم برای پوست چرم؟ ببین، من کدلی رو خیلی دوست دارم. ببین، سالن آرایش نزدم، نه، یه آفیس گرفتم بیشتر برای تولید محتوا. من کلا نمیدونم چه مقاومتی به سالن آرایش زدن دارم، نمیخوام خودم رو درگیر اون موضوع بکنم. اینجا هم که خب کلا خدمات من بیشتر، من میرم توی فضای مشتریان بیشتر. قربونتون برم. ببین، برای روشن شدن پوستم همین سرم فلورشاپ رو میزنم که نایسیناماید داره و پپتاید داره و اینا. راضیم، احساس میکنم پوستم روشن تر شده. روشن منظورم اینه که نه که رنگ پوستم روشن بشه، لکام بهتر شده. بهترین ضد آفتاب برای پوست خشک، نگار جون، بستگی داره که چه قیمتی و کجا و اینا این، ولی من کلا ضد آفتابای فیزیکی رو بیشتر دوست دارم. مثلا اگه ایرانین، ژنو رو همیشه بهتون معرفی کردم. اگر اینجایین، مثلا مال کلارنس خیلی خوبه، مال خیلی برنده خوبن. من چطور لایتم که اصلا آفتاب نروژ بیشتر میشه، همین دیگه. بعد کلند مثلا ویتامین C استفاده کنین، لایه بردار استفاده کنین که لکاتون روشن تر بشه. فیلر زیر چشم من از وقتی اومدم کانادا هیچ کاری نکردم. یعنی اگه یادتون باشه من داشتم مهاجرت میکردم، یعنی همون 3.5 سال 4 سال پیش،
اینجامو فیلر زدم با لبم و یکم اینجا من بوتاکس زد دکتر یحیوی، ولی از وقتی اومدم کانادا هیچ کاری نکردم. بعدم هم نمیاد، یعنی هم دوست دارم اینجامو هم لبمو هم البته که افتادگی اینجام بهتر شده، یهو وزن که کم کردم. اینجا من ژنتیکی اینجام افتادگی داره، ولی کلا دوست دارم یه هایفو یه کاری بکنم که صورتم لیفت بشه. ببین هدیه نمیشه اینجوری که مثلا کلن یه محصول استفاده کنی که چربی پوستتو کنترل کنه. کلن باید بری روی سری، مثلا یه آدمی که پوستش چربه باید محصولات مخصوص پوست چرب استفاده کنه، یعنی شویندهش باید کنترل بکنه چربی پوستش رو، سرمش باید کنترل بکنه، مرطوب کنه. یعنی اگه یکیش مخصوص پوست چرب نباشه یهو ممکنه خیلی اذیت بکنه. برای منافذ باز همیشه براتون توضیح دادم که هم باید دابل کلینز بکنید، خوب پوستتون رو تمیز بکنید، هم مثلا نیاسینامید استفاده بکنید. نیاسینامید خیلی به منافذ کمک میکنه، خیلی. درماتیپیک ایرانیه، استفاده نکردم. به چه شیوهی مشاور توسط چه شرکتی؟ ببین ما تحصیلی مهاجرت کردیم. علیرضا برای سکند مسترش، یعنی یه فوق لیسانس ایران داشت، یه فوق لیسانس اینجا گرفت، از این طریق مهاجرت کردیم. مای خیلی محصولاتش خوبه، من استفاده نکردم ولی ضد آفتابشو. سلام. کدلی سرم چی؟ عالیه. کلا محصولات کدلی رو من خیلی دوست دارم، سالهاست میدونین دیگه استفاده میکنم، یعنی ایرانم من سالها کدلی استفاده میکردم. عالیه. خب بریم آرایش بکنیم. هلا سوگلی. خب بریم یه آرایش سلام کنیم جونم. بریم یه آرایش روزانه، یعنی اینکه مثلا الان من میخوام یه آرایش خیلی معمولی بکنم، برم سر کار و اینا، چجوری آرایش میکنم؟ به من اصولا کرم پود نمیزنم. ببین کک و مکام نه اذیتم نمیکنه واقعا. لایو تو یوتیوب سیو میکنم، آره مثل همیشه. کک و مکام ببین نمیدونم چرا این نورم دارن از زیادتر نشون میده، ولی همیشه داشتم. کلا که هوا گرم میشم بیشتره، ولی من رو مخم نیست و اینجوری هم نیستش که من فکر نمیکنم هیچ کس بتونه کاری واسه که کمک بکنه، یعنی کاملا بین بره، چون هی میره و برمیگرده، ژنتیکیه. من فکر میکنم لک و کک و مک و اینا چیزیه که خیلی نمیتونه کارش کرد. قیبونتون برم. آره بعضیا کلا فکر میکنن فریکلز همون کک و مک با مزه است، اصلا میرن تتو میکنن. بعضیا که دارن باهاش حال نمیکنن. من این وسطم. گفتم منافذ باز رو دیگه، پوستتون رو با قشنگ تمیز بکنین که توی منافذ خوب بشه، تمیز بشه. بعد از نیاسینامید استفاده بکنین که این چیز بشه، جمع بشه. نسیم خواهرم اصلا خیلی پوستش با من و مامانم متفاوته. پوستش خیلی روشنه، البته موهام جز روشن پوستا حساب میشین، تازه من این آفتاب گرفتمه، ولی پوستش روشن اروپاییه و پوستش چربه و اصلا کک و مک و اینا نداره. مامانم هم خیلی کک و مک نداره واقعیتش، ولی مثلا من این لکم عین مامانمه. من مامانم بیشتر لک داره، ولی من پوستم خیلی شبیه مامانمه، یعنی هم خشکی بیش از حدش و اینا عین مامانمه. ببین من یادم نیست کدوم کرم پودر کلارنس رو استفاده کردم. یه مدل داره ولی خیلی قشنگ میخوابید رو پوست، ولی آورلستینگ نبود فکر کنم. نگاه من سرم گرفتم، احساس میکنم جوش میزنم باش. علتش چی میتونه باشه؟ اطراف دهن و چونم خشکه ولی بقیه. خب چه مدل سرمی گرفتی؟ ژل ابروی هالی نمیدونم چیه.
لایو رو سیو میکنم. آره البته تا اینجاش که چیز خیلی خاصی نگفتم، ولی آره ببین مثلا اینجور موقع ها که من میخوام هیچ آرایشی نکنم و اینا، من خونه که بودم همون سرم فلور صورتمو از ورزش که اومدم صورتمو با شوینده فلور شاپ شستم، سرم فلور شاپ رو زدم، دور چشم گلو رسپی رو زدم با مرطوب کننده فارمسی. خب روشم ضد آفتاب زدم، یه ضد آفتاب ایرانی دارم امتحان میکنم، بعد بهتون میگم، تا الان دوستش داشتم. بعد اومدم از خونه بیرون، ولی مثلا هوا که گرم میشه اصولا من 2 تا یعنی یه ضد آفتاب بیرنگ زیر میزنم، ضد آفتاب رنگی رو میزنم. ژل ابروی بنفیت خیلی خوبه، ژل ابروی آناستازیا خیلی خوبه، یه ژل ابروی جدید گرفتم که خیلی تعریفش شنیدم، بعد امتحان کنم. ببینید 2 تا ضد آفتاب خیلی آروم حرف میزنم، فکر میکنین بخاطر که اینجا یه ساختمون شعر دیگه، یعنی آدمای دیگه هم اینجا آفیس دارن، بعد نمیخوام یه بعد اصولا فقط منم که فکر کنم اینجا حرف میزنم، بقیه خیلی آرومن، نمیخوام خیلی بلند حرف بزنم، ولی اگه خیلی فکر میکنین صدام کمه بگین بهم، نمیخوام مزاحم بقیه بشم. میگم روز اوله و اصلا من خیلی برام جدیده، صدام خوب میاد اوکی. حالا ضد آفتاب رنگی که من استفاده میکنم، چون من فول کاور نمیخوام، یادتون باشه اگر فول کاور میخواین مثلا مال ایت کازمتیک خیلی خوبه، ولی من این 2 تا رو خیلی دوستش دارم. پوست من چون خشکه و من فول کاور نمیخوام، میتونم نصف صورتم رو از این بزنم، نصف صورتم رو از این، که قشنگ ببینید. این مال کوسسه، این شکلی این قشنگ براقه و مثل چرب طوره، هیچ رنگ خاصی هم نداره، هیچ کاور خاصی هم نداره، فقط یک کم انگار صاف و صوف میکنه. لایو رو سیو میکنم، لایو توی یوتیوب سیو میشه، چی هم دم دستم نیست. ضد آفتاب فارمسی و من استفاده، اصلا نمیدونستم که فارمسی ضد آفتاب داره. عکسشو برام بفرست آرزو، عکس محصولی که میگی رو برام توی توی دایرکت بفرست، میخوام قول بدم دایرکتاتون رو بیشتر جواب بدم. خب این شکلیه، ببین این نمیگه برای پوست خشک فقط ولی من فکر میکنم که پوست چرب خیلی با این حال نکنه. SPFش 40 و میگه که ضد آبم هست تا 80 دقیقه. این شکلی، این یکم چیزتر میشه ها، جذبتر میشه. اگرم که نشد مثلا میتونیم با بلندر اینو بلندش کنیم. استفاده نکردم، عکسشو برام بفرست. کلا محصولایی که دوست دارین استفاده بکنم، حتی اگه ایرانیه، خب برام بفرستین که اگه مسافر میاد، مثلا دوست دارین که امتحان کنم یه سری محصولات رو براتون، عکسشو برام بفرستین، من مثلا تهیه کنم براتون امتحان کنم. نمیخوام مثلا شما مجبور شین برین یه چیزی رو بخرین که به درد نمیخوره. این شکلی میشه. خب مال ایلیا این هم همین طوریه، یعنی اینجوری مثل سرم میاد. این رنگی که من دارم رنگ 9شه، ST9، مال موقع‌هایی که من پوستم روشن تره. خب مال من آخر روشن هست. روژگونه وایسل کدوم همه رنگش خوشگله. آخه شما ببینید شما چه رنگی دوست دارین، مثلا هم مات داره هم براق داره، یه آجوری مات داره خیلی خوشگله. اسم دکتر بینی من دکتر میرفخرایی
خیلی سال پیش من عمل کردم 16 سالم بوده، 20 سال پیش مثلا. خب مثلا نمیدونم هنوز همون موقع هم مسن بودن، ولی خب بینی من بعدش، یعنی مثلا الان احساس میکنم که بدم نمیاد ترمیمش کنم. هم خیلی سال گذشته، هم چند بار ضربه خورده. من دبیرستانی بودم، چون که خیلی انحراف شدید داشتم زود عمل کردم، چون نمیتونستم درست نفس بکشم. ولی مثلا بدم نمیاد ترمیمش کنم، ولی کارشون خوب بود، خیلی کارشون خوب بود. من زیباییشو حالا کار ندارم، چیز بود، خیلی متخصص گوش و حلق و بینی بودن، فوق تخصص گوش و حلق و بینی بودن و خیلی کارشون خوب بود. نه بینی مثلا استخونی بود. ببین این فینیشینگ ایلیاه، این کوسسه، خب جفتش براق‌طوره، خیلی حسشون شبیه همه، خیلی حسشون شبیه همه. من هر ریملی میخرم میریزه زیر چشمم، ریملایی که شما معرفی کردن ولی میریزه، با اینکه پوستم خیلی خشکه ولی هر کار میکنم بازم میریزه. یعنی چی؟ مثلا یه پس میده به اینجاها یا پودر میشه میریزه. در مورد ریمل چی بگم؟ خب میپرسه که من یه دوره 6 ماهه میکاپ و مو گذروندم، نمیدونم از کجا باید شروع کنم، یکم برای شروع کار بگو. ببین من همیشه به هنرجوهای خودم میگم که میتونین برین مثلا یه 6 ماه نه بیشتر دستیار بشین که خم و چم کار دستتون بیاد و در همون حین که دستیارین نمونه کار بزنین. یعنی اینکه شما چجوری پیش شناخته میشین، فقط پیج اینستاگرام داشته باشین و نمونه کار داشته باشین. اینجوری به نظر من بهترین راهه. ببین ریملی که پس میده به زیر چشمتون تقصیر ریمل نیست، پوستتون مثلا کانسیلر میزنین، ضد آفتاب میزنین، هرچی چربه این پس میده. شما باید یکم این پوست رو خشک کنین با پودر. اینجا رو باید خشک کنیم با پودر فیکس، دیگه پس نمیده. بعد میام کانسیلرم برمیدارم، مال من ناتاشا دنوناه، سیاهی دور چشم. اگه منظورشون از طریق آرایشه باید کالر کارکتور بزنین، مثلا کالر کارکتور هلویی، نارنجی، اینجوری. بعد کانسیلر بزنین. اگه میخواین درمان بکنین باید کرم دور چشم یا سرم دور چشمایی که کافئین دارن بزنین. ببین ریمل که یکم خشک میشه یه قطره‌ای هست به مال برند اینگلوته، اون خیلی خوبه اگه بریزین. همین، من چیز دیگه. ببین خیلی ها میگن نمیدونم قطره چشم بریز، آب مقطر بریز، من پیشنهاد نمیدم به خاطر اینکه ما نمیدونیم توش فرمولش چیه، یهو به هم میریزه، خدای نکرده خطرناکه. ضد آفتابایی بزنین که چربی نداره. ببین کانسیلرتون رو خیلی بیخ چشمتون نزنین، مثلا همیشه بهتون گفتم دورتر بزنین و از بیرون شروع کنیم به بلند کردنش، بعدن خود روش رو بلند کنین. شماره کانسیلر من هست 3N نیوترال، 3 خونسا. الان ضد آفتاب معرفی کردم دیگه. من برای پوست خشک مثلا اگر که خیلی کاور آنچنان نمیخواین، ایلیا و کوسس رو دوست دارم. اگر که کاوردار میخواین، CC کریمای ایت کازمتیک خیلی خوبه اگه میخواین خیلی فول کاور باشه. ببین هرچی از این کانسیلر مونده، جاهایی که دوست دارم کاور بیشتر بگیرم میارم. تو روز مثلا تو آرایش روزانه شما احتیاجی نیست یه خروار کرم پودر بزنین،
با کانسیلر و رژگونه و اینا یه عالمه از ایرادای پوستتون برطرف میشه. ضد آفتاب بیرنگ پوست حساس مثلا میتونی مال کلارنس رو بزنی، میتونی مال شیسیدو رو بزنی، اگر ایرانی مال ژنو رو میتونی بزنی. بعد خوب بلندش میکنم، یعنی اضافیشو میگیرم، چون من نمیخوام خیلی فول کاور باشه میکاپم. ببین این قلمه مال سفورا کالکشنه، شماره 71. من چند سالمه؟ قدیمی های پیج بگم، اینا رو همه رو میتونین سفورا پیدا کنین. آره ژنوبایوتیک. ببین بستگی داره که شما پرایمرتون قراره براتون چی کار بکنه. مثلا یه پرایمری برای برق دادن، آره 36 سالمه، باریکلا، آره 36 سالمه، برق دادن به صورته. مثلا من وسط صورت رو هیچ وقت نمیم از اون پرایمر بزنم، برعکس 18 سال و چند ماه. ولی مثلا اگر که یه پرایمری میخوام بزنم که مثلا میخوام منافذ پوستم رو مثلا بپوشونه، فقط جاهایی میزنم که منافذ داره. اگر که میخوام مثلا چربی پوستم رو بگیره، میام جاهایی که چربه میزنم، پس بستگی داره. ولی یه سری پرایمرها هست که سیلیکونیه، میتونی بخواد صاف بکنه میتونی به کل صورتتون بزنی. ژنوبایوتیک منظورمه. اول لایف سنمو گفتم، اصلا یادم نمیاد، فراموشی گرفت. چرا هیچ کرمپودی با براش رو پوستم خوب نمیشنه. کلی براش امتحان کردم. براش های این تیپی رو من خیلی دوست دارم. ببینین یه براش خیلی ارزون خوبم پیدا کردم، مال الفه. من خیلی ازش خوشم اومده. عکسش رو براتون میذارم. حالا اگر داخل ایرانی میتونین به آنلاین شاپ ها سفارش بدین، اگر که خارج از ایرانی هم که از آمازون و خود چیز میتونین بگیرین. خیلی براش خوبیه. هایدریتینگ پرایمر رو شما به همه جای صورتتون میتونین بزنین برای جلوگیری از پوست شدن بعد از پنکیک یا کرم پود. ببین مهم اینه که شما اگه پوستتون خیلی خشکه مرطوب کننده بزنین، اصلا به پرایمر احتیاج ندارین. مرطوب کننده حسابی به پوستتون بزنین. آره منم یواشکی حرف میزنم. ببین تو این مرحله من دیگه هیچ چیز کرمی به پوستم نمیزنم، مثلا من. ولی مثلا شما میتونین بزنین، میتونین مدل براش الفو حتما میذارم براتون. شما میتونین رژگونه کرمی بزنین، نمیدونم کانتور کرمی بزنین، هرچی که دوست دارین. من الان میام پودر فیکس میزنم از کوسس. سلام مرطوب کننده خوب برای رفع خشکی پوست. خیلی بهتون معرفی کردم ولی حتما میکنم. اگه برای ضد آفتاب پودر فیکس استفاده کنم اشکالی نداره اصلا. آره دقیقاً. پریپ اند پرایم مکو میتونین قبل از میکاپ، بعد از میکاپ، حین میکاپ بزنین، هیچ مشکلی نداره. رژگونه کرمی خوب و قیمت مناسب، شیگلم خوبه، ارزونم هست.
با پادر پافم ببین برمیدارم ولی بیک نمی کنم، اینقدر پودر رو نمیزنم زیر چشمم، کمش میکنم. من از پودر کوسس خوشم اومده، به نظر من پودر خوبیه. ببین من هیچ چیزی از پیکسی استفاده تا حالا نکردم، خیلی عجیبه. هرچی که پودر مونده رو مثلا جاهای دیگه صورتم میزنم، اینجا رو چون میدونم که قراره مثلا رژگونه و اینا بزنم، میتونم نزنم، میتونم هم بزنم، یا میتونم با یه براش بزرگ یک کم از این پودر بردارم شماهایی که میگین که رنگ میده آرایشتون به لباستون، به خاطر اینکه خشک نمیکنین. ببین کرم پودر رو مثلا هر چیز رنگی رو میزنین به صورتتون، حتی ضد آفتاب، بعد اینو پودر نمیزنین روش، میماله به لباس. ببین آخه لایو قبلی رو اگه سیو نکردم لایو درد و دلی بود و مثلا چون قور و این حرفا ارزش افزوده‌ای نداره به این که مثلا من میخواستم سیوش کنم. لایو آرایشی رو حتما سیو میکنم، نگران نباشید. میبینی یکم پوستم رو خشک کردم. این الان من اگر که بردارم روی این ریمل بزنم پشت چشمم رو خشک نکنم، خب ریمله میماله. این اضافیاشو برمیدارم، پودر فیکس میزنم، به پشت چشمم. انا سوالاتون رو جواب میدم. ببین خیلی نکته دارم که انقدر ایده دارم برای ویدیو گرفتن نگم براتون. دعا کنین که دیگه تنبلی رو بذارم کنار، دیگه الان بهانم ندارم، جا دارم نانستاپ براتون محتوا بگم، ولی شما هم باید حمایت هم کنین که دل خوش بشم از این لوس بازی ها. قبل از ریمل پودر فیکس رو بزنیم یا آخر آرایش چشم؟ ببین خب شما چجوری آرایش چشم میکنید؟ من مراحل رو انجام میدم، شما ببینید دیگه. مثلا کرم پودر رو زدم، کانسیلر زدم، اگه بخوام آرایش خیلی آنچنانی چشم کنم پرایمر میزنم که دیگه اصلا پودر فیکس نمیزنم روش. خب آماده میکنم، آرایش چشم میکنم، آخرش ریمل میزنم. آفرین بیتا، الهی موفق باشی. نه ابروهامو ماکرو نکردم، همینه دیگه، ابروی خودم. ببین یه بار برای همیشه اینو قبول کنین، صورتی که آرایش نداره چین و چروکش کمتر معلوم میشه تا صورتی که آرایش داره. هیچ چاره‌ای نیست. خب موضوع اینه که فقط شما باید مثلا اگه میخواین کانسیلر بزنین زیرش دور چشمتون هایدریت باشه، کرم دور چشمتون رو بزنین، یا مثلا پودر زیاد نزنین. پودر زیاد خودش باعث میشه که چین و چروک بیشتر بشه، یا اینکه توی چین و چروکتون نذارین که کانسیلر بمونه، قشنگ از توشون در بیارین. به جای بنفیت یا هایلایتر خوب و قیمت مناسب معرفی کن. ببین من ایران بودم اگه ایرانین یه هایلایتری بود وت ان وایلد، خیلی هایلایتر خوشگلی بود، هیچ ربطی نداره. پرایمر و پودر فیکس هیچ ربطی به هم نداره. شما میتونین پرایمر نزنین، میتونین هم پودر فیکس نزنین، ولی اینکه با هم بزنین هیچ مشکلی نداره.
ببین ابروهام ژنتیکی پره، ولی همون ژنوبایوتیک یه چیزی داره که ابرو رو پر میکنه. به خدا که جالبه، ژنوبایوتیک به من با پورسانت بده. ببین پوست روی دستت اگه خشک شده یه برندی هست اسکین فیکس، مال خود کاناداه، برای پوست اکزما و اینا داره. کرم دستش به نظر من عالیه. اگه ابروت سفیدک میزنه دلیلش ژل ابرو نیست، دلیلش اینه که ابروت رو تمیز نمی کنی. ببین مثلا من الان کرم پودر و کانسیلر و پودر فیکس رو ابروم نیست، ولی وقتی که هست باید با یه گوش پاک کن قشنگ تمیز کنی بعد ژل ابرو بزنی. حالا برم سراغ بقیه. وتنبایل تو ایران فروشگاه‌های وجوه نه خیلی فروشگاه ها دارن، یادم نیست. منم دلم براتون تنگ شده. از زندگی تو کانادا راضیم، بد نیست خدا رو شکر. میام با یه برانزر، هر برانزری که دارین مهم نیست، با یه براش فلافی. خب یه چیزی که همیشه شاگردان و مشتریان میپرسن و میخوام بهتون بگم. اون روز مشتری میگفتش که من مثلا از خونه داشتم میرفتم بیرون، میکاپم عالی بود، یه عالمه میکاپ روی صورتم بود، ولی مثلا بعد از 1 ساعت 2 ساعت اصلا انگار نه انگار که میکاپ کرده بودم. دلیلش چیه؟ من مثلا ازش پرسیدم که خب چجوری میکاپ میکنی؟ گفت هیچی، من فقط کانسیلر میزنم، بعد مثلا رژگونه و مثلا برانزر و اینا. خب معلومه وقتی که شما بیس ندارین پودر رو صورتتون خوب نمیمونه و میره. خب بیس یعنی چی؟ دلیلش این نیستش که مثلا شما حتما کرم پودر بزنین. شما مثلا نمیخواین کرم پودر بزنین، هیچ عیبی نداره، ضد آفتابتون رو بزنین، یه پرایمر روش بزنین، پرایمر بیرنگ، یکم پودر کانسیلر رو، یکم پودر فیکس، بعد بیاین روش رژگونه و ایناتون رو بزنین، یا مثلا ضد آفتاب رنگی بزنین بعد بیاین این کار رو بکنین. وقتی که هیچ بیسی ندارین معلومه که پودر روی صورت خشک لختی که هیچ آرایشی نداره خوب نمیمونه. یه چیز طبیعیه. نورم خیلی بده، خیلی بده، نورم توسیه قشنگ. رژگونه برای روزمره که ماندگاریش بالا باشه، رژگونه های تارت خیلی خوبه، رژگونه های ولنتینو خیلی خوبه، همه این رژگونه ها خوبن. ژل ابرو گفتم بنفیت، آناستازیا بیورلی هیلز خوبن. لاکم مرسی اومده بالا ولی خودم هم خیلی دوستش دارم. شاید زیادی فشار میدی، اگر که مثلا پودر میزنی کرم پودرت پاک میشه از روش، زیادی داری فشار میدی، فشار دستتو کم کن. ناز زده هیست بچه شلوغ نکن. میبینین کجاها رو مثلا مثل برانزر و کانتور که به بعد به صورتم بده. هیچ فرقی نداره. اینفالیبل لوریال یه فرموله، شیشه یا توی پیش. پودر فیکسی که من از کوسس استفاده کردم رنگش بود باتری کره‌ای در است. یک کرم پودر با کاور بالا و قیمت تقریبا خوب. قیمت تقریبا خوب یعنی مثلا گرون یا ارزون. این کرم پودر کاور بالا، نارس میتونیم بگیرین، کاورش بالاه،
دیور میتونیم بگیرین. از ارزون قیمت ها لوریل، همین اینفالیبل قیمتش خوبه. من کرم پودرای لوریل رو بیشتر دوست دارم نسبت به نیکس. من دماغم کوتاه، بازم باید نوک دماغم رو جله کنم. اگه اینجا حالت افتادگی داره فقط به این توپلی زیرش بزن. و اینکه اگر که بینید خیلی کوتاهه و دوست داری بلندتر دیده بشه، من نمیخوام این کار بکنم، ولی تو کانتور بینی تو تا اینجا بکش، این باعث میشه بینید بلندتر دیده بشه. کرمپود نارس بهتره یا استیلادر؟ کدوم مدل نارس کدوم مدل استیلادر؟ استیلادر یه مدل تیوپی داره که من اونو خیلی دوستش دارم، برای پوستای خشک خیلی خوبه. کرم پودر شیشه‌ای معروف استیلادر دابل ور خیلی کرم پودر خوبیه، ولی سلیقه من نیست، یعنی باید با یه چیزی قاطی بشه. خیلی خشکه، الکلش خیلی زیاده از نظر من، ولی بستگی به جنس پوستتون داره، به خیلی چیزا. میبینین این کاریه که حتما بکنین، پفه پلکتون رو با این کار بگیرین. ببین اینجاها رو حواسم نبوده، رفته توی چین و چروکم. سوالاتتون رو نمیفهمم. کانسیلر به جز تو فیس چی پیشنهاد میدین؟ خیلی پستای کانسیلر رو ببینین. من فکر کنم چیزی هست که 10 تا پست کانسیلر گذاشتم، خیلی کانسیلر معرفی کردم. از این رژگونه ولنتینو برمیدارم، رنگی که الان من دارم استفاده میکنم رنگ 7شه. شادی شیشه استیلادر و شیشه نارس. پوستم نرماله، واسه عروسی خودم میخوام اروپا هستم، خودم میخوام خودم میکاپ کنم. نارس رو بگید کدوم مدل نارس. ببین نارس 2 مدل شیشه ای داره، یه دونه چه اسمش شدم رفت، یه شیشه بلنده که کاورجش زیاده، یه دونه کوتاهه که کاورجش کمه. اگه عروسی اون بلنده رو بگیر. ببین شما هر چقدر رژگونتون رو اینجا نگه دارین و جلو نیاین، صورتتون لیفت‌تر و لاغرتر دیده میشه. هر چقدر رژگونتون رو بیارین اینجا، گردتر و توپل‌تر دیده میشه. آیا من دوست دارم صورتم توپل به نظر بیاد؟ نه، ولی کلا چون دوست دارم گوگولی صورتم به نظر بیاد و مهربون، اینجا میارم. و اینکه خب من کانسیلر رو نسبتا روشن میزنم. اگه روشنی رو تا اینجاها نگه دارین، درسته که اینجا صورت رو لیفت میکنه، ولی اینا پرتر به نظر میرسه. کیا اینجا کلاس خودآرایی منو شرکت کردن؟ همین کلاس آنلاینمو خیلی این چیزا رو خوب توش توضیح دادم. با یه قلموی ظریف از همین رژگونم برمیدارم، و زیر چشمم ای جونم. آره همه اینا توی اون کلاسه هست. ببین کلاس آنلاین همیشه هست، همین الان میتونیم بریم بخرینش.
تا آخر عمرتون هم بهش دسترسی دارین. قلمایی که استفاده کردم اینو برای پودر فیکس کل صورتم زدم، ولی شما میتونید باش کانتور و اینا هم بکنید. در اصل ای جونم فرنک جونم، حتما چیز میذارم، لینک کلاس رو میذارم. بچه دایرکت بدین، همه رو بهتون میگم برای کلاس. یعنی چی نمیتونم از ایران بخرم؟ خیلی از بچه همه یه عالمه هنرجو داریم از ایران، فکر کنم 1000 تا هنرجو هست از ایران. قیبونت برم مهنازی، تو خودت لطف داری به من. آره این خیلی خوبه، خودم خیلی دوستش دارم که کیفیت انقدر بالاه که قشنگ میتونین زوم بکنین و میتونین بزنین جلو، میتونین بزنین عقب. اینش خیلی خوبه، خدا رو شکر که دوست دارین. دوست داشتم بدونم نظرتون رو. این مکه، این دوتا مال پاتریک تاه، این مال آورگلاسه. گفته بودین بگم بهتون که اینا چیه. وقتایی که مثلا احساس میکنین رژگونتون یا کانتورتون خیلی اومده پایین، با این پادر پافا میبینین میتونین یه خط اینجوری بندازین. بعد اگه دوست نداشتین خطشو میتونین بلند بکنین، ولی مثل یه غلطگیر عمل میکنه. ببین قیمت دوره تو حالت عادی $60 کاناداه، ولی الان 30% تخفیف داره، میشه $42 کانادا. فکر کنم 3,500,000 قیمت ایران رو گرون نکردم، 3,500,000 تومان ایرانه، با 30% هم تخفیف داره. که رژگونم ولنتینوه شماره 7. حالا میخوام برم سراغ آرایش چشم. ای جونم الناز جان، آخه باید ببینمت کیمیا که بتونم کمکت کنم. حالا براتون استوری میذارم. یکی از بچه های کلاس خودآرایی به هم پیغام داده بود، عکسشو برام فرستاده بود که خودش تو روز عروسی خودشو میکاپ کرده بود. خیلی خوشحال بودم. نه کلاس خودآرایی خصوصی رو میخواین؟ کجا این آخه؟ اگه ونکوورین باید ببینین حضوری دایرکت به هم بدین. ببین من ابروامو کثیف نکردم، یعنی کرم پودر و اینا نداره، در نتیجه الان با گوش پاکن تمیزش نمی‌کنم. البته گوش پاکن دم دستم نیست، اگه بود حتما میکردم. کیمیا بهترین کار اینه که کلاس خودآرایی برداری. اگر جایش خالیه مریم جان بهم حتما دایرکت بدین. کلاستون باید آنلاین باشه خصوصی، ولی من باز به بچه هایی که کلاس خصوصی هم میخوام بگیرم پیشنهاد میدم که اون کلاس ضبط شده رو بردارن کامل ببینن، بعد به جایی که 3 جلسه مثلا کلاس خصوصی بخوام بردارن، 1 جلسه برمیدارین رفع اشکال میکنین، ولی عوضش یه فیلمی رو همیشه در دست دارین که مثل سورسه براتون. هر وقت دلتون بخواد میتونین بهش مراجعه کنین، رفع اشکال بکنین با خودتون. جای خالی رو فقط پر میکنن. اینا رو ببین، شاخ 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 شاخ. میگم نورم خیلی بده. در همین حد شما هر جوری که دوست دارین. گفتم مدادم بنفیته، ماهی شدم، ماهی گلی. من اصولاً کایبونتون برم. من اصولاً اگه منو بشناسین اون ژل ابروی بنفیت رو میزنم من، چون ژل ابروی براق دوست ندارم. ولی این ژل ابروی آناستازیا اگر که دوست دارین خیلی هولد قوی داشته باشه، سفت نگه داره، خیلی خوبه. آره به خاطر اینکه دوست ندارم یه عالمه لطفتونه که میگیم من خوبم، ولی من میگم وقتی یه سورس به این خوبی هست چرا یه هزینه عجیب و غریب بدین؟ 10 برابر قیمت یعنی کلاس خودآرایی تک نفره حضوری
10 برابر قیمت کلاس آنلاینه. خب بعد اصولا بچه هاش فیلمشون رو نمیتونن نگه دارن، گوشیشون پر میشه، همه اینا. شما وقتی کلاس با 1/10 قیمت میتونین بخرین، چرا که نه، اونو میخرین، علم و نالجتون میره بالا، تکنیک رو یاد میگیرین، تمرین میکنین، دلتون خواست به جای 3 جلسه 1 جلسه کلاس اون وقت رفع اشکال برمیدارین. منظورت از کرم مو چیه؟ برای استایل کردن موهام؟ اگه بخوام ببافم و اینا آره، یا مثلا مدل وت استایل درست کنم، ولی اصولا من دیدین که خیلی با موهام کار خاصی نمی کنم. بدم شده قبلا که من فالو میکردی میدیدین هی میبافتم، نمیدونم هی یه قری میومدم. الان یا همینجور براشینگ شده جدیدن، حتی کرلم نمی کنم، تنبل شدم. بعد ببین 2 ور داره. خب یه ورش مواد رو بیشتر میذاره، ابرام قیچی میخواد حسابی. نه من برای بعد از حمام لیوینگ کاندیشنر میزنم، یا مثلا اسپریای ضد حرارت و اینا. ای قربونتون برم. جریان چی رو توضیح بدم عشقم؟ بچه ها در مورد کلاس ها به هم دایرکت بدین که ببینم دقیقا چی میخواین. سلام سلام. اینم شد ابرو. خب چرا اینطور؟ عزیزم لطف داری. نه و نورم انقدر بده، نمیدونم چرا این شکلی میافتم. با مداد چشمی که استفاده میکنم مال سوئده. هر مداد چشمی که دارین هیچ مهمم نیست. یه 2 تا باکس اومده بود که میخواستم اینجا براتون آنباکسینگ کنم. یکیش اتفاقا میکاپی بود. اصلا انقدر هی وسیله میبرم و میارم از خونه به اینجا، نمیدونم اصلا کجاست. میام حتما اونو براتون آنباکسینگ میکنم. نه قربونت برم، کلاس جدید ندارم. من دلم میخواد بریم چیکار کنیم. ببین یه کاری که موجه هاتون خیلی پر میشه، زیر موجه هاتون رو مداد بکشین. خب مداد مشکی حالا یا قهوه‌ای. ببین من موجه هام احساس میکنم خوب پر و بلند شده. از همین سوئد یادتونه آنباکسینگ کردم، سرم موجه‌شو دارم استفاده میکنم، به نظرم خیلی خوبه. ببین خیلی خب مشکلات مو خیلیش ممکنه درونی باشه، یعنی مثلا هورمونی باشه، آهنت کمه، من نمیدونم، بعد آزمایش بدی، ولی برای مو خوره و کوتاه کنی موهاتو، راهی نداره. و اگه میخوای چیزای حرارتی به موت بزنی، اتو بکشی، سشوار بکشی، اینو اسپری ضد حرارت استفاده بکنی و کلا کمتر وسایل داغ به موهات بخوره. یه خط نازک اینجا میکشم. ببین این راحت ترین آرایش چشمیه که شما میتونید بر خودتون بکنید. اصلا مهم نیستش که منظم و مرتب باشه. به حرکت دستم نگاه کنین. اول این کارو کردم، بعد آروم آروم اینجا رو پر کردم، چسبوندم به چشمم. خب مدادتون باید مدادی باشه که خشک نشه سریع، یعنی از این ضد آبا نباشه که سریع سفت شه، نتونیم بلندش بکنیم. برای این مدلی که الان دارم بهتون یاد میدم.
از دکتر باید بپرسیم، من نمیدونم واقعا. خب دیگه باید پودر فیکس بزنین. آره مداد چشمای خود سفارا بد نیست، خوبه. مداد هدا بیوتی هم خوبه. من اسم مدادی که دارم استفاده میکنم مال سوئده، سفارا ندارتش. یلدا جان بهم دایرکت بده، من جواب میدم بهت عزیزم. سلام. بعد با یه دونه قلم ظریف مال من جساپه، شماره 209. خب دقیقا منم موافقم با الناز. بعد این لبشو اگه تمیز نیست این شکلی بکشین، خود مداد توی قلمم هیچی نیست که فید بشه. جواب میدم حتما یلدا جان امروز بعد از لایو. مداد چشای پوپا خوبه، کلا پوپا برند خوبیه. من حالا یادم نیست دقیق که بتونم درست نقدش کنم، ولی یادمه که کلا برند خوبی بود. میبینین اگر سختتونه که مداد بکشین، مداد صاف و صوف، اینجوری خیلی آسون تره. این شکلی داخل ابرام مداد. آخه الناز داره جواب میده. آره یه کوچولو این جاهای خالیشو میبینی خطا رو مداد بنفیت کشیدم. مداد بنفیت من خیلی نازکه، میبینین قشنگ میتونین باهاش خط بکشین. مداد چشمم سوئد بود. قربونتون برم ناهید جون، لطف دارین. آره من خیلی شبیه مامانمم. پوپا فکر میکنم ایتالیاییه، فکر میکنم. ریمل هدا بیوتی رو برمیدارم. دیگه همتون میدونین چجوری بر ریمل بزنین. میذارین روی بن موجتون، یه تکون چشمتون رو میبندین، یه تکون چشمتون رو میبندین. ببین اگه عین این قلمایی که من دارم و میخوای، باید به آنلاین شاپ سفارش بدی. ولی خب ایران هم خیلی قلم هست. مثلا اگه از این قلمای دیتیلز ریز میخواین، یه برند ایرانی هست به اسم گراف که قلماش واقعا خوبه. این قلمای فلافی و اینا هم یه برندی هست، مطمئن نیستم واقعا این برند کجاییه، ولی فرن. من ببین این کیفشه. فرن خیلی قلماش خوبه، خیلی. یعنی من منتظرم حالا بیام ایران یا یکی از ایران دوباره بیاد برام بیاره. ببین ریمل پرادو رو اصلا براتون امتحان نکردم، حتما میام امتحان میکنم. خیلی عجیبه ریمل پرادا. شما گفتیم پرادو، منم اشتباه گفتم پرادو. پرادا خیلی ریملش عجیبه، برای کسایی خوبه که خیلی طبیعی دوست دارن و سبک. موادشو من دوست داشتم چون رو چشم اصلا سنگین نبود، ولی پر و اینا نمیکنه. ببین گراف فلافیاشو من استفاده نکردم، نمیدونم خوبه یا نه، ولی ریملای براشای دیتیلزش عالیه. ریمل مکم پرسیدین، من خیلی دوست ندارم. ریملای خوب قبلا بهتون معرفی کردم، مثلا من این هدا بیوتی رو خیلی دوست دارم، سوئد فیوریت همه، تو فیس رو دوست دارم. آره ریمل سوئد عاشق منه، عشق منه. ریملی که فقط پر بکنه مال چیز
تو فیس، better than sex یا damn girl. اگه پیشونیت بلند نیست ولی صورتت خیلی کشیده است، تو باید ببینی کشیدگی صورتت مال کدوم قسمته. ببین این قسمت 1 صورت ماه، این قسمت 2 صورت ماه، این قسمت 3 صورت، خب که تقریبا اینا باید هم اندازه باشن. اگه نیستن یه تیکه صورتت خیلی بزرگه یا 2 تیکه صورتت خیلی بلنده. مثلا اگر این تیکه خیلی بلنده و باعث بلند شدن صورتت شده، رژگونه و کانتور تو صاف اجرا کن که خطای دید ایجاد کنه. بعد میتونی یه کوچولو کانتور تو بکشی پایین تر. خب اگه این تیکه صورتت خیلی باعث بلند شدن صورت شده، برانزر و کانتور تو بکش روی استخون فکت. دستگاه کرلی شیکلر رو استفاده نکردم. ریمل سوئد عالیه. مداد چشم چی بگم؟ ببین مداد چشم ها 2 نوعن، یا ضد آبن که اینجوری چوبی نیستن، خب شمعی هن که خشک میشن و ضد آب میشن، ولی خب مثل این راحت نمیشه فیدشون کرد، همون لحظه که میکشی باید فید کنی وگرنه خشک میشه. مثلا مال خود سفارا کالکشن خوبه، مال میکاپ فوراور بی‌نظیره، مال اربن دیکی عالیه. یا مدادای اینجوری چوبی هن که برای زیر مثلا روش سایه بزنی یا بخوای اینجوری فیدش بکنی، این سوئد خیلی خوبه. مال میکاپ فوراور عالیه، عالی. لایو رو سیو میکنم میذارم تو یوتیوب، اونجا قشنگ میتونیم ببینین. ولی کلا مداد رو کشیدم بعد بالاش رو فید کردم. همون تو فیس مدل ضد آبم داره. یه ریمل که خیلی خوب پر بکنه، سفارا کالکشن سایز آپ حسابی پر میکنه. ببین شما 2 تا کار میتونین بکنین، یا میتونین اول ژل ابرو بزنین، بعد بیاین خط بندازین و هاشور بزنین که وقتی که میخواین هاشور بزنین روی ژل ابرو باید مثلا یا از ماژیک ابرو استفاده بکنین یا از پومید. با مداد خیلی نمیشه این کارو کرد. یا مثل من اول با مداد پر کنین بعد ژل ابرو بزنین. خب مژه هم چسبید به هم. میکاپ فوراور کلن خیلی برند خوب و قویه. فقط یه موضوعی که داره، یه سری محصولاش واقعا بیشتر به درد مصرف حرفه‌ای و میکاپ آرتیستا میخورن، چون اصلا کلن برندیه که مال میکاپ آرتیستاست. برای مصرف عام مردم اونقدر نیست. تو سالهای اخیر داده، مثلا کرم پود، کانسیلر، رژ لباش، همه اینا رو آدمای عادی هم میتونن استفاده کنن، ولی کلا بیس این برند برای جلوی دوربینه، برای میکاپ آرتیستاست، برای فیلم. ریملم وان کوت واو از هدا بیوتی. ببین من مژه هام کلا مژه های خوبیه، نمیخوام مثلا بگم که مثلا حالا خیلی تغییر کرده، ولی انقدر همه تعریف کردن از سرم مژه سوئد، من الان دارم مثلا 20 روز استفاده میکنم و خوبه به نظرم، یعنی احساس میکنم که پرتر شده. این خط لب مال NYX رو بر میدارم، رنگش مال من هست فری اسپریت
سلام خاله سپیده عزیزم. من کلن خط لبای NYX رو خیلی دوست دارم. سرم موژه اکسلیا اون استفاده نکردم، ولی سرم موژه سریتا خیلی خوبه. موژه و ابروش نه سوئد و اینجوری می نویسن SWEED این شکلی. مرسی، چشاتون خوبینه. این وقتی که آره سریتا عالیه. وقتی که کم میام و کم استوری میذارم و اینا بعد سختم میشه. بعد کلا وقتی که مثلا خیلی از زندگی شخصیم نمیذارم باز بیشتر سختم میشه اومدن مثلا حرف زدن و اینا. چند وقت پیش میخواستم راجع به سریالایی که میبینم و اینا باتون حرف بزنم، مثلا نظر شماها رو هم بپرسم. بقیش اینجوری بودم که ول کن دیگه، مثلا فقط راجع به مسائل میکاپ و اینا حرف بزن. حالا شماها بهم بگین که مثلا دوست دارین اینجوری مثلا چه میدونم مثلا سریالی میبینم، فیلمی میبینم، یا مثلا نظری راجع به هر چی دارم و بگم، یا نه فقط میکاپ. رژ لب چه برندی خوبه که یکم لبو حجیم‌تر کنه؟ لبام ببین کلا نه الناز سوئد دبل ایه SW 2 دی. کلا محصولات لبی که حجم دهندن، مثلا دیور داره، وایسل این جدیداش خیلی خوشگله، تو فیس بی نظیر حجم میده. و اینکه خب یکم با خط لب میتونی بکشیش بالا. یه قیبینت همه گفتن آره، یه نفر گفت نه. همین دیگه، خودم نمیدونم. همیشه آره وایسل واقعا خوبه. تو فیس رو الان ندارم اینجا یعنی دارم خیلی اون توه که توی هنوز کارتوناست. وایسل میذارم براتون یه مدلی که آنباکسینگ کردم، برین تو PR پکیج آنباکسینگ کردم. اونا حجم دهندن. کلا هر چیزی که لبتون رو مثلا روش نوشته والیومایزینگ، یکم لبو میسوزونه و حجم میده. میفهمم بهنازه فکر کنم اسمت. آره میفهمم دقیقا. خودم هم ببین دقیقا همین طوری هم. خب یه نمیدونم چیزی بگم، یه چیز یه حس عجیبیه. خب مثلا من خودم میفهمم که خب من به عنوان یه متخصصی که مثلا کار آرایشی میکنه و راجع به پوست میدونه و اینا، اینجوری باید محتوا تولید کنم. ولی تو استوری بعضی وقتا دوست دارم، ولی مثلا هی به خودم میگم که خب ننگار، مثلا حالا این آدما مثلا چه فرقی براشون کنه، مثلا تو چی میبینی، یا مثلا خودت اگه دنبال مثلا یه دیدن یه سریالی سوال داری از بچه‌ها نپرس، مثلا برو از چت جی پی تی بپرس. خیلی این وسط گیر میکنم. خودم هم حال دلم با شماها خوب میشه. بابلیس خوب معرفی کنم که راحت تو خونه، یا مثلا یه بابلیس حرفه‌ای، مثلا GHD خیلی بابلیسش خوبه. ایران پرومکس من استفاده میکردم. یه قایبونتون برم. داشتم میگفتم که خط لبتون رو حتما فید کنین توی لبتون. خب من از پس همین یه پیجم برنمی، 2 پیج. یه چیزی در مورد نگه داشتن فوت کوزه‌گری بهتون بگم.
انقدر توی هر چیزی توی این دنیا تنوع هست، خلاقیت هست، سبکای جدید هست که خیلی به نظر من کوته فکرانه است که آدم بگه که اینو برای خودم نگه دارم، به کسی نگم. خب تو نگید 100 نفر دیگه میگن. بعد اگه من حتی یه تکنیکی مال منه، خودم به دستش آوردم، پس من این توانایی رو دارم که یه تکنیک دیگه دوباره پیدا کنم، دوباره یه تکنیک جدید. بعدم همیشه من میگم چرا یاد ندی، یا مثلا چرا فلان چیزی که فهمیدی و اطلاعاتی که به دست آوردی و شیر نکنی. مثلا اینجوری نیستم. سرم مال فلورماره، خیلی آروم حرف میزنم. توضیح دادم من اومدم توی ساختمونی که همه اینجا هر کس آفیس خودشو داره. خب منم آفیس خودم رو گرفتم. بعد نمیخوام که مزاحم بقیه بشن، چون اینجا مثلا اصولا همه دارن کار معماری میکنن، همه ساکتن. بعد نمیخوام مثلا صدام بره بیرون، نمیفهمم که واقعا چقدر میره. ببین کرم پودر استیکی دیور خیلی خوبه. تو رو خدا این کار شما بکنین. اگر چیزی دلتون میخواد که من براتون تست کنم، خب برای اینکه من گم نکنم، برین توی دایرکت عکس محصول یا اسم کامل محصول رو برام بفرستین، من میخرم، ویدیو درست میکنم، براتون تست میکنم. خط لب NYX قیمتش هم خیلی خوبه و خوبم هست. فری اسپریت SML L52. بالم لب پاولاس چویس رو عالیه شبا بزنی. من بهترین ماسک لبی که تو پاولاس چویس رو استفاده نکردم، ولی بهترین چیزی که استفاده کردم من تاچاه. چیز میکنم براتون برم خونه، شوینده و سرم فلور شاپ رو دوباره میذارم. گردنبندم رو میگین؟ گردنبندم شادرس، طلافروشی شادرس، فکر کنم مثلا 10 سال پیش اینا علیرضا بر تولدم، یادم نیستش که خودشون اسممو طراحی کرده، فکر کنم خودشون طراحی کردن، علیرضا گرفت برام بر تولدم. خط چشم کاسه‌ای خوب، مک خیلی خوبه ولی بافتش خشک‌تره نسبت به این دوتای بعدی که میگم. آناستازیا بورلی هیلز، این دوتا خیلی خوبن. آناستازیا بورلی هیلز خیزتره، مک خشک‌تره. خب اگر که ایرانین یا اروپایین، این گلوت هم بی‌نظیره. قابلتون رو نداره، لطف دارین. نه من بچه ندارم. تنها برق لبی که الان آوردم که بزنم، حالا عکس و فیلم میگیرم از اینجاها بهتون نشون میدم، مال هدا بیوتیه. خب این حجم دهنده نیست، رنگ مال من هست پوش POSH. فقط بدی این برق لبای هدا بیوتی عین کانسیلرشه، اینجاهاش میریزه بیرون، وگرنه خیلی خوبه. اگر که خط لب، رژ لبتون و برق لبتون و اینا خیلی پس میده، یه دلیلش اینه که خط لبتون خشک نیست، یعنی جنسش خشک نیست. خط لبایی خوبه که وقتی که میزنین حالت خشک پیدا کنه و دور لبتون کرم پودرتون رو خشک نکردین، اینجوری میریزه بیرون. نه ایبی نداره. نگفتی چرا بچه دار نمیشی، که سوال پرسیدی که بچه دارم یا نه. نه بابا مثلا اینجوری نیستم. مثلا شماها به هم میگین که مثلا چرا بچه دار نمیشیم، ناراحت نمیشم اصلا. نمیگم کار خوبیه ها، نمیخوام فرهنگ سازی اشتباه کنم. کلن این که آدم بخواد مثلا
تو زندگی شخصی یا آدمی یه سری سوال بپرسه که مثلا چرا سر کار نمیری، چرا دانشگاه نمیری، چرا بچه دار نمیشی، چرا رژیم نمیگیری. خب به نظرم خوبه که فرهنگ سازی کنیم که این سوالا رو نپرسیم، ولی اینکه آدم از یکی بپرسه بچه داری یا نه، به نظر من سوال بدی نیست. یعنی من خودم میپرسم، فکر نمی‌کنم سوال بدی باشه. مثلا اگه طرفو بشناسی یا مثلا خب شماها منو میشناسین، یا مثلا من اومدم زندگی شخصیمو توی اینستاگرام دارم میذارم، در اینجا به نظر من عیبی نداره که مثلا آدم از یکی هستی بپرسه مجردی یا متأهلی، مثلا چند سالته. اگر بشناسی به نظر من بد نیست این سوالا، ولی اینکه آره اگه مثلا چرا بچه دار نمیشی شاید سوال بدی باشه. ببین اگه چشت خیلی حساسه مثلا برو سراغ برندهای کلین، خیلی کلین، مثل ایلیا، مثل میلک، مثل اینا، ضد آمرت، اینا خیلی خوبن. ببین الان دیگه پالت های رژ لب نیست، فکر کنم الان فقط چیز داره تو برندهای خوب. نمیدونم کی داره واقعا الان، فکر کنم اصلا هیچ برند خوبی پالت رژ لب داشته باشه. ضد آفتاب کلینیک بد نیست عزیزم، لطف دارین. ضد آفتاب سفارا رو امتحان نکردم، برای منافذ باز گفتم، حالا لایو رو سیف میکنم دوباره ببینین، ولی دوباره میگم پوستتون دابل کلینز کنین، قشنگ منافذ پوستتون تمیز بشه، ماسک بزنین و از نیاسینامید اسید استفاده کنین. نیاسینامید خیلی کمک میکنه که منافذ جمع بشن. ضد آفتاب ایزدین ماهه، من عاشقشم، ولی خیلی وقته که ندارم، اینجا نیست. پلت سایه کاربردی میتونید معرفی کنید بر داخل ایران؟ نمیدونم چه پلت هایی هست. چه پیشنهادی میدونی؟ ببین من خودم پلت خالی میگیرم، یعنی اینجا همه میکاپ آرتیستا این کارو میکنیم، پلت های خالی میگیریم، رژ لبایی که دوست داریم و توش میشکنیم که آسون باشه بردن آوردنش. خدا نکنه. نشونتون دادم من چجوری پلت رژم رو درست میکنم. کمپین ولو برای پوستای مختلف چه خوبه؟ آره خیلی. کمپین لوریال مدل اینفالیبلش خوبه. چرا عذرخواهی میکنین؟ ضد آفتاب رنگی معرفی کردم بهتون همون اولش. من فکر کنم برم که یکم بتونم دوباره، صدام ضعیفه ببخشید، من چیز میذارم از دفعه دیگه، ایرپاد میذارم که صدام مثلا خیلی بهتر بیاد. نه هیچ عیبی نداره آدم زیر چشش ریمل بزنه، اصلا هم سندار نمیکنه آدمو. ولی میدونین چی کار کنین؟ خیلی بلند نزنین. یعنی چی؟ یعنی من اینطوری فقط ریشه مژه هامو میزنم، اتفاقا خیلی چشمو قشنگ میکنه. اگه به نظرتون یهو خیلی زیادیه میتونین ریمل قهوه‌ای بزنین، بلند نزنین. الان پودر کوسس زدم، من دوستش دارم. یه نفر هی پرسیده بود که اگه پوستمون خشکه چه پودر فیکسی بزنیم. پودر فیکس هایی که برای پوست خشک مثلا این خوبه، به نظر من خیلی خوبه. تاچا و آورگلاس هم پودر فیکس هاشون برای پوست خشک خیلی خوبه. همین. پلت سایه ماریو یا آناستازیا مدل سافت گلم کدومشو پیشنهاد میدین؟ جفتشو دوست دارم. سافت گلم خب مثلا هم مات داره هم براق، البته که مال میکاپ بای ماریو هم داره. اگر مبتدین شاید ماریو براتون بهتر باشه. سافت گلم آناستازیا خیلی پودریه، پیگمنتش هم خیلی زیاده. لایو رو سیف میکنم، ولی ضد آفتابایی که من زدم امروز برای پوست خشک رنگی این دوتا بود، کوسس و ایلیا. مداد مشکی داخل چشم که پخش نشه گفتم سفارا کالکشن، اربن دیکی و میکاپ فوراور. خب برای خیلی خوب ضد آبش. اگه داخل ایرانی مال سامر خوزامی هم خیلی خوبه.
همگی خسته نباشین. مرسی که اومدین تو لایو رو سیو میکنم میذارم توی یوتیوب. قربون ریختتون بشم. قرار شد که کسایی که در مورد کلاس خودآرایی سوال دارن به هم دایرکت بدن. کسایی که محصولاتی که دوست دارین براتون تست کنم و عکسشو یا اسمشو برام دایرکت کنین. بوس بهتون. خداحافظ.